اونها به اینجا اومدن مادر جون. خدایا توبه. اونها در اینجا چی میکنن؟ چطور جرأت کرده به دیهای حاجی شکور آمدن؟ دوغن در اینجا چی کردن؟ سیاه‌داران هجوم کردن، انبار رو آتش زدن. با تو چی شده است؟ چرا گریه کردی؟ جناب سبا مرا گریستن میخواهد. چی هم میگویی کوتی؟ اگر پدرم قرض جناب سبا رو برگردانده نتواند، جناب سبا بر عوض پول مرا میگیرد. من به این هرگز اجازه نمیدهم. تو بگو مهلت داده است یا قرض رو میدهد یا مرا. با کجا میروی؟ من از این پدر ندرفتم، تو رو خودکاری میکنم. دیوانه شدی دوغن. پول رو از کجا مییابی؟ مییابم، البته مییابم. خیریت که رسیدیم. خدا خواهد آنها ما را نمییابند. سبب رو ویران نکنیم. چی گپ است یلمز؟ سلاحداران در همین جایم. چی؟ ای خدا، این چی روز است؟ چطور جرأت کرده به خانه حاجی شکور آمدند؟ من گپم را گفتم آقای مسلم. این دفعه مال و انبارهایتان را نمیسوزانم، بلکه مردم ده را به قتل میرسانم. باری آخر آگاه میکنم، یا انداز میسپارید یا اینکه این ده را ترک میکنید. مرا فهمیدید؟ رفتیم. زودتر باشید، کارمان زیاد است. اکنون چی کار میکنیم؟ گرچه ما را در حالت ناگوار هم گذاشته باشند، ما نباید به این راهزنها سر فراریم. پروا نکن پسرم، ما اصلا سر نمی فراریم. این راهزنها ما را ضعیف گمان کرده از سیر تشکیلات کردن میخواهند، لیکن ما برای آسودگی مردم ده کوشش میکنیم. شاید به آنها مقابلت نشان داده نتوانیم. با آدمی جست. بله. فهمم. مرحبا. بگذارید. چی شد خاله جان؟ شاید خبر داشته باشید آقای مسلم، دخترم از دست جناب سبا گریخت. از برای خدا به ما کمک کنید. از دست سبا بر این آدم ظالم نجات یافتن آسان نیست. میدونیم آنها به شهر رفتنیم، اما من میخواهم که آنها را نگاه کردم، بعد به شهر فرستم. اول در آمده کمی دم گیرید، یگان چیز خورید، بعد مصلحت میکنیم. زود برای مهمان ها یگان خوراک تیار کنید. مرحمت. خوب شده است. مرحمت درایید. بیایید درایید. پدر، چرا آنها رو به اینجا راه دادید؟ همین ها نمی رسیدند. اکنون هم تشکیلات و هم سبا را به خود دشمن کردیم. بله، عیناً چون گفته‌تان کردم، انداز سپاریده نمیتوانند. یک راه دارند، آن هم از ده برآمده رفتن. شد سردارم، فهمیدم. کنی راه گردید. چه گسید؟
سینو قماندون. آی قیلبان، تو در اینجا چیکار میکنی؟ چیکار میکنی؟ در قرارگاه زیغ شدم، خواستم من از شما بیایم. به این نگر راست میگویی؟ با خدا که راست میگویم. پس سلاح در کجاست؟ تو بر این جنگاوری خوب نخواد به سلاح گردد. به من ده. این سلاح را گیر. خودم تنها بودم. اگر نخو سربازان براین آدمی تشکیلات بودنم رو نفهمم گفته سلاحم رو نگرفتم. باور میکنم. را گردید میرویم. زودتر. در قرارگاه به من زیغ شدی ها؟ قیلبان به کجا میروی؟ بقیب از پس من آی. این چیه دختر است؟ راه گرد. چیکار کرده باشند آقای طاهر؟ آنها رسیده باشند؟ نمیدونم دیلا، لیکن ما هم هر چیز زودتر رویم خوب میشود. احوالش چخیم است؟ گلو زندانک شده است. باری آخر کی سوزانده رو گذرانده بودی؟ تقریبا 4 ساعت پیش. فهمه 2 ساعت پس خاطر رسون کن، آماده یک بار دیگر سوزانده رو میگذرانیم. منش آقای طاهر. آقای حسین عذر میخواهم. این کارها وظیفه کلان سالان است، لیکن میدونید که من کسی ندارم. با امر خدا و قول پیغمبر با گلتین خاندار شدن میخواهم. گوش کن داغن، تو جوان خوش اخلاقی، لیکن گلتین را جناب سبا گرفتن میخواهد. سبا میدونم، از همه چیز خبر دارم. آقای حسین اگر راضی باشد من قرضی از جناب سبا داشته تا رو برمیگردانم. با این راه از آن ظالم نجات یافته ما را خانه‌دار میکنید. با خدا چی گفتنم را نمیدانم. راضی شو حسین، راضی شو. خیر ویلش بگذار چون خواسته شود داغن. در یک روز پول قلین رو از کجا میابی پسرم؟ میابم، یک بلا کرده میابم. یافته نمیتواند، با خدا نمیتواند. نمیدونم چیکار کنم. در حال ناامید نشوید، شاید آقای مسلم با شما کمک کند. با کدام رویم از آقای مسلم کمک خواهم؟ من از قبیله جناب سبا بودم، آمده به قبیله حاجی شکر همراه شدم، اما وقت مرا دستگیری میکردند. یک روز جناب سبا آمده و من کمی پول داد و خواست نفری را در خانه‌ام مهمان کنم. بعد فهمیدم که این آدم سلاحدار بوده است. از قبیله حاجی شکر یک کس را پران. از آن رو این جانب برای آقای مسلم نگاه کرده نمیتوانم. من به نزد جناب سبا میروم و پیش پایش افتیده 1 ماه مهلت میخواهم. چاره دیگر ندارم. ما پس از 2 ساعت باز میاییم. تو بزرگ خداوندا فرزندانم را در پناهت نگاه دار. از تو طلبی مغفرت میکنم. تو بزرگی، نگذار که ظالمان ما را خار کنند. آمین. خدا قبول کند خاله جان. تشکر پسرم. با من شناسنامه های داماد و عروس لازم است. چرا نگاه کرده ایستاده دیه تا خیر؟ اکی زیاد شناسنامه ها را به شهر بردن، در شبه عقد نکاح به قید میگیرد و بعد مأمور نکاح را گرفته به اینجا میآورد تا روز نکاح در خانه ما میماند. خدا از تو راضی باشد فهد. ما دوستیم یلمز، هیچ گز سلامت باشد. من زود رفته اینها را به اکی زیاد میدهم. میلش ببخشید آقای فؤاد. بخیر است دختر؟ من به نزد آقای مسلم اومدم. اما کم در حجره‌شون استراحت. تشکر آقای فؤاد.
آقای ماهیر، پدرتون رو دیدن میخوام. با او کار دارم. کنی گابزاد چی کار داری؟ آقای ماهیر، جناب سبا دوست داشتم رو گرفتن میخواد. اگر پول خلین رو ندیم دختر رو میگیرن. به این هم دردمون از موی سرمون زیاد است. باز برای تو بر این لندهور به خودمون بلا نمیخریم. کنی رو از اینجا دخشف. از برای خدا این طور نکنید، خواهش میکنم. تو چی گب رو نمیفهمی؟ دخشف از نظرم زودتر. روتینم رو میگیره، کمک کنید. دمت را گیر ابله. پدرم تو را کلام کرده به این سن و سال آورده رسان. باز چی میخوای بیناموز؟ دخشف رو از اینجا. ما در اینجا بیزن میگردیم و این لندهور باشد در فکر زن است. بخیر است ماهیر؟ یگان کس آمده بود؟ نه پدر، هیچ کس نآمده است. رفته استراحت کنید. از دیدارت شادم طاهیر. منم فؤاد. شما نیز خوش آمدید خانم لیلا. خوش باشید آقای فؤاد. خیریت که آمدید، خیلی خواطر شدم. ما هم برای شما خواطر شدیم. خدا رو شکر که صحت و سلامت آمده رسیدیم. صد شکر. چی شد دوغن؟ هیچ گپ نی. وقتی که جناب سبا شما را نیافت در غضب شده قهرش را از اکای حسین برآورد. با عوض قرضش گلتین را گرفتن میخواهد. چی ها میگویی پسرم؟ وای وای، آدمی پست. با ما کمک کرد و بیچاره از سرش رو در بلا ماند. حالا استید میبینید که به سری ما باز چی بلاها را میارید. ماهیر، این چه خلطب است؟ من اکنون چی کار میکنم؟ دوست داشتم رو جناب سبا میگیرد. تو چی کار کردی ماهیر؟ مرامانو کار کرده خودت را بین. چرا آنها را به اینجا راه دادی؟ چرا دخالت کردی؟ کاری ما چی؟ دیده و دانسته به سر ما بلا آوردن میخوایی؟ بیا آنها را به جناب سبا میسپاریم. هیچ نباشد آرام و آسوده زندگی میکنیم. هیچ کس نگفته است تا روز نکاح در حمایه ما میمانند. مرا فهمیدی؟ شما پنهان کنید. جناب سبا باشد آنها را میکوبد. حتما یک روز میفهمد. یا اینکه یکان کس رفته میگوید. هرگز این کار را نکن. ما این آدم ها رو در حالت ناگوار گذاشتن نمیخواهیم. راست میگویی. ما سبب فتنه انگیزی بین دو قبیله میگردیم. یک فکر دارم. تا روز نکاح در دیگر جای پنهان میشویم و بعد یکان راهش را میابیم. سبا ما رو نیافته نگاه میکرد، خوب میشد. لیکن با این احوال به کجا میرویم؟ مادرم راست میگویند. در حالی که سبای ظالم از پسمون است به کجا میرویم؟ من شما را پنهان میکنم. من یک مادرخوان دارم، بیرون از ده زندگی میکند. آنجا را کسی نمیداند. بیایید با آقای فؤاد خبر دهیم. مادر جان، اگر به او گوییم به ما اجازت نمیدهند. برفین راست میگوید. ما با اون مکتوب میگذاریم. این خیلی خوب است. من بعد آمده با آقای فؤاد خبر میدهم. باید این کارو کنم. به خاطر گلتین مجبورم. بیایید رفتیم. کجا شدی دوغن؟ کجا شدی؟
کمی صبر کن دخترم. گفت که به نزد آقای مسلم برود. البته دستی خالی بر نمیگردد. تا این وقت باید که ها رسیده می اومد. تو را از پدرت خواستگاری میکنم گفت. پدرم در کجا؟ به خانه جناب سبا رفتن. باز یک بار دیگر او را التماس میکنم. ایتین با من یک سیب ده. گیر قزمان خور. تشکر من خوردم. به صاحب خانه چیزی از گلیم نمیگذرد. شما خورید، من اشتها ندارم. واه 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 واه. جناب سبا همین کلچقند را گیرید، غم را نیست میکرده است. بس کن. مژده را نیافتم گفته اشتهایتان گریخت ها؟ اینطور نکنید. از غم او باز خراب و خزان نشوید. سیمون از برای خدا ما را با حالم گذار. چرا عصبی شدید؟ شوخی را نمی بردارید. شوخی کردم. با کجا می روی قزمان؟ هیچ. خواستم کمی هوا تازه گیرم. کنی در جای کشین. به من به هیچ کجا نمی روی. شین. حسین چرمگر آمد از جناب. گوی که در آید. در آید که جناب خواهش میکنم التماس به من یک ماه مهلت دهید. حتما قرضتان را یافته میارم. لیکن به دخترم نرسید جناب. خاکی پایتان شما. تو پلید اینقدر آدمی دورویه و بیناموس بودهی. هم فراری ها را پنهان میکنی و هم قرضت را بر نمیگردانی و باز شرم نداشته برای قرضت مهلت بخواهی. توف گوش کن تا بگاه یا قرضت رو میاری یا دخترت را. این کار را نکنه جناب. دخترم گناه ندارد. برورا دب رو نگیره. خواهش میکنم. شنیدی ایتین؟ دختر در حالتی ناگوار است. با کوه برآوردنش آسان میگردد. زود کار را حل کن. فهمیدم سینان. پروا نکن. خوش آمده. خوش باشید. شما رو زحمت دادیم خاله جون. چه خیلی زحمت. این طور نگوید دخترم. تشکر. بیا. آقای طاهر وقتی سوزندارو گذرانیدن کودک نزدیک است. قریب 2 ساعت می شود. ای خدا قریب بود فراموش میکردم دیلا. من باید فوراً به خانه آقای حسین روم. دیلا باشد با نقطه طبی برمیگردد. نروی چی پسرم؟ مجبورم. باید با او سوزندارو گذرانم. مایلش. آنها به تو امانت. خاطر نشوید. باز می آیم. در امان خدا باشید. تشکر دیلا عمر را هم می آوردی. او را خیلی پزمان شدم. نمیخواهم یلماز. نمیخواهم که تو رو در این حال بیند. او گمان میکند که تو در انقره میخوانی. مایلش دیلا. لیکن او را حتما ببوس به جای من. مایلش. مرحمت به خانه درآیید. من رفته خوراک را میآورم. شما را زحمت دادیم اپا. این طور نگویید. چه خیلی زحمت. بیا. مرحمت درآیید. داغان تو به کجا می روی؟ من به نزد آقای فؤاد رفته در اینجا بودنتان را میگویم. باز خاطر نشود. پدر بگویید جناب سبا چی گفت؟ او از فکرش گشت؟ من اکنون چی کار میکنم؟ گریه نکن خواهر. من به تو کمک میکنم. تو کیستی؟ به من گوش کن خواهر. کی بودنی من مهم نیست. اگر تو تماما آزاد بودن خواهی با ما همراه شو. به کوه برا. نه رو از نزدم. من از کوه بزارم. داغن مرا
مرا نجات می‌دهد. چه؟ مرا شرمنده کردی؟ جناب ما خود همه رو کفتیم. خاموش کم نزن. چه؟ آنها پس زمین فرو رفتند؟ باور کنید همه رو کفتیم جناب. دار شوید از نظرم. دار شوید جناب. چه گفت؟ چه میخوایی؟ در کجا بودن فیراری ها را میدونم. چه گفتی؟ یک بار دیگر گوی؟ در کجا بودنش را میگویم، لیکن یک شرط دارم جناب. التماس خواهش میکنم از گلتن دست کشید. او دوست داشته من است. من راضی. سراغه را ده. دختر را گیر. گیر. شکر که در آخر به خود پناهگاهی یافتیم. از گریختن بیزار شدم یلماز. کم ماند برفین، کم ماند. قریب تمام شد. کاش اینقدر سرسان و سرگردان نمی شدیم. در ده و خانه اما می موندیم. چه علاجی یلماز؟ نصیب بوده است از آنها نجات یافته یک جا شویم. به همینش هم شکر میگوییم. تو راست میگویی. باید شکر گزار باشیم. خدا رو شکر که با توی هست. مرا فهمیدی؟ بله فهمیدم جناب. گوش کن، به آنها بر نمیگردی. فهمیدی؟ چرا ایستاده؟ زودتر روید. زودتر. چی گپ از جناب؟ فیراری ها را یافتم سنان. ظاهر دویش را به قتل نرسانید یافتم نگویید. باوری دارم که تو هم با آدمانت کمک میکنی. همین طور نیستینون؟ ما چی مصلحت کرده بودیم جناب سبا؟ چی؟ من به این کار دخالت نمیکنم. رفتیم. وای درد کرد؟ نه. آفرین. آنها بگیر، این رو برای تو آوردم. آقای دکتر میروید، التماس نروید، در همین جا ماند. رفتنم لازم، لیکن باز میگویم همه وقت در اینجا ماندن نمیتوانم، زیرا من تو بر این بیماران زیاد دارم. اگر من در اینجا ماندم کی آنها را طبابت میکند؟ خیر، تا برگشتنی من از جایت نخیز. میلش گلتن کجا شدی داغن؟ نترس گلتن، جناب سبا تو رو نمیبرد. تو چی ها میگوی داغن؟ در حقیقت نمیبرد. خدا را شکر که مرا از دست آن ظالم نجات دادی. داغن کنی گوی جناب سبا چی طور از این کار دست کشید؟ با او شرطنامه بستم. چی؟ با او چی خیلی شرطنامه بستی؟ داغن گپ زن، چی خیلی شرطنامه؟ باش چی کار کردی؟ خفه نشو گلتن، به خاطری تو کردم. به خدا به خاطری تو کردم. جای یلماز و برفین رو به جناب سبا گفتم. تو در حقیقت با او گفتی؟ این کارو کی کردی؟ پیش از اینجا آمدنم. خود بر سرت داغن، تو چی ها میگویی؟ چرا این کارو کردی؟ مادر جان با کجا میروید؟ من آرام نشسته نمیتوانم. عقلم رفته. با آقای فؤاد خبر دهم که خواطر نشود.
شما در بیرون نیستید و درون درآیید. خیر. آنها آدمانی جناب سبایند. به خانه داغم بروم. مادر شما رفته با فقط خبر دید. زودتر روید. به خانه درآیید. من خوراک آوردم. شما را زحمت دادیم خاله. بگید من برم. زود باشید. آدمای سبا می آیم. زود باشه. دوید زودتر. خانه را یاد کنید بچه ها. کبزن فراری ها در کجایان؟ خوبه میگونزد. زود باشه. ایستد. ایستد. آنها ما را چی دو بیفتن؟ داغن خبر داده است. برای چی داغن این کارو کرده؟ زودتر. الان در آجا داد. داوید زود باشد. ایستد. نکنید دست بگویم. زودتان ایستد. نکنید نپرونید. ایستد. شما حقوقی به این دهه در آمدن را ندارید. با دهه شما کار نداریم. هر دوی آنها رو گرفته از اینجا میرویم. آنها در اینجا مهمانند. کسی به مهمانان من دست نمیرسوند. فهمیدید؟ تا آنها را نگیریم به یسوسا نمیرویم. به جای شما میشدم اول به گرد و اطرافم نظر کردم، بعد گپ میزدم. خب آدم که اینطور است جناب سبا آماده خودش حل کند. راه گردید میرویم. خوبی دخترم؟ نه دست مادر جان، خوبم. در وقتش رسیدید. تشکر برادر فا. بیایید به خانه میرویم. تشکر بدم.
چیکار کردی فؤاد؟ چیکار کردی؟ آدمانمون کمند. در دنیا چقدر آدم باشد در خانه جمع کرده قبیله ها رو به ما دشمن کن. واه 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 واه، یعنی همین طوره؟ یعنی همین طوره؟ آخر گفته بودی که قوهشون از دست رفته است، ضعیف شدن. کنی گبزن چیکار کردن ما رو ندانستیم جناب. او خیلی جوان دلیر رو ترس بوده است. آدمانش ما رو احاطه نمودن. دیدیم که ایلاجی دیگر نیست، برگشتیم. خاموش! او کی بوده است؟ کی بوده است؟ نبیره از شهر آمده حاجی شکرالله. از پا را آماده کنید، با اونجا میرویم. زودتر جناب. با کجا میروی؟ با کجا میشد؟ به حجت خونه؟ رو پش بویم نکرد یک طرفی؟ خدای توبه. با کجا؟ توبه. با کجا میشد؟ سینان من بر این جنگاور یسو را به نزد فروش نفرستاد. توبه. جاوید رفته دختر را خبر گیر. مالش سینان. جناب صبا، شما هم مثل قبیله حاجی شکر شده اید. هر یک راه گذر به سویتون سنگ میپرتاید. احوالتون چی میشده باشد نمیدانم. سینان، خواهش میکنم به من کمک کن. جای فراری ها معلوم است. گوش کن سینان، بیا کمک کن که آنها را دستگیر کنیم. جناب صبا، حاجی شکرالله مرد، آنها باشد اصلاح نشدند. بعد از آن که یک مراتب بلا به سرشان آمد خیلی ضعیف شدند. مگر این ممکن است که قبیله حاجی را به خراج مجبور کنیم؟ اندازشان را به زور میدهند. شما به تعریف هایشان باور نکنید، احوالشان بد است. از مسلم فراری ها را طلب کنید. اگر ندهند خانه و درشان را ویران کنید. اون وقت چیکار میکرده باشند؟ برای چی با من خبر نداده از اینجا رفتید؟ نخواستیم که تو و قبیلت را در حالت ناگوار گذاریم. در اینجا یک شب مهمان شدنتون هیچ کس را در حالت ناگوار نمیگذاشت. به این هم پگاه میروید، لیکن این کارتون خوب نشد. راست میگویی برادر. گوش کن فؤاد، گفتنیم که وقتی آمدن مامور نیکو معلوم نیست. تا آمدنش باید از اینجا برویم. وقتی آمدنشان معلوم است. اکی زیو با مامور نیکو حلقه براه برآمدن تا بگاه همینجا میشوند. عاقبتش بخیر باشد. به خدا کاری خوب نشد پسرم. صبا حتما به خانه امان می آید. کار از کار گذشت. می ترسم که به دعوای خونی تبدیل نیابد. گویا دشمنمون کم باشد، باز یک دشمنی دیگر زم شد. اکنون چی کار میکنیم؟ سرداران قبیله ها آمدند. چرا اومده باشند؟ برای ما دخترم. ما رو به جناب صبا نمیدهند همین دفنه مادر جان؟ نمیدانم دخترم. چنانیه که میبینی یگان کار با خواهشی ما راست نمیآید. غیر از انتظار شدن چاره دیگر نداریم. سرداران جمع شدن پدر، درباره جناب صبا صحبت کردن میخواهند. آنها از کجا خبردار شدند؟ این تو خبر دادی؟ بله، من خبر دادم. فراری ها را پنهان کردن کاری درست نیست. سرداران همچنین عقیده دارند. ما گپمان را گفتیم آقای مسلم، آن طرفش کار خودت. من شما را میفهمم، لیکن همتون میدانید که در منطقه امان سلاحداران آمده به ما دام میگذارند. مقصد اساسی آنها ما را مجبورن از اینجا کوچاندن است. ما باید بر ضد آنها مبارزه بریم.
لیکن متاسفانه سلامتی من برای این مساعد نیست. برای همین فکر میکنم که به قبیله ما سرداری نو لازم است. ما رو ببخش، تو رو در حالت ناگوار گذاشتیم. مهم نیست، باید این کار میشد. برای ما هم کار خوب شد. با چی خلاص آمدم؟ تو باز سر نداشته بنا سینا میاری یلماز سرو با اینجا آمدی حتی هیچ یلماز بس کن خودت را با دست گیر. چی دار آرام شوم این ناموس ما را فرو بس کن یلماز. پسرم، بیچارگی انسان را به هر راه میبرد. التجا میکنم با من کمک کنید. التجا میکنم گلتنم را از دست سبا نجات دهید. پیش از گرفتن سبا او را گریزان. شما چی میگویید؟ اگر جناب سبا پروا نکن، به خانه ما بیایید. میلش همراهی برفین و یلماز شما را هم نگاه میکنیم. آخر خدا بزرگ است. کمک میکنید همینطور نه؟ البته کمک میکنیم. آقای فهد، جناب سبا با همراه آدمانش به دیگه میآید. بیایید به درون درآییم. بیایید درآییم. رفتیم. گذارید. بلا به خانه ما میآید. خوش آمدید جناب سبا. تو کیستی؟ نبیره آقای شکر، نامم فؤاد. من با تو کاری ندارم. من آقای مسلم رو دیدم میخواهم. با من هم مصلحت کرده میتوانید جناب سبا. تو این کارها رو نمیفهمی. من شخصا با آقای مسلم صحبت کردن میخواهم. میلش خوش آمده جناب سبا. خوش باشد آقای مسلم. مرحمت شنید. برای میهمان ها دسترخوان خوش از پدر. نمیخواهم. من اینجا برای ضیافت خوردن نآمدم. فیروری ها را میجویم. در خانه شمایند. آنها را به من سپارید آقای مسلم. گوش کنید جناب سبا، گمان میکنم عرف عادت هایمان را فراموش کردید، لیکن باز هم هیچ چیز گفته نمیتوانم. شما با فؤاد مصلحت کنید. از این پس او سردار قبیله حساب می شود. وای گپم را شنیدی؟ گپ را دراز نمی کنم جناب سبا. دانسته باشید که من مهمانانم را به یگان کس نمیدهم. آن مهمان هایی رو که حمایه میکنی به من خیانت کردند. چرا عروسی من را در اینجا نگاه میداری؟ ها؟ چرا؟ برازگی عروس خوشبخت نمیشود. آن دو نفر همدیگرشان را دوست میدارند و خانه‌دار شدنی تا که دیروزا تو باز به من گپ بگردانی آنها را میدهی؟ نمیدهم. زورتان رسد آمده گیرید. یعنی همین طوره؟ من بعد بین این دو قبیله تنها دشمنی وجود دارد. خوشت را به سرت گیر. فهمیدی؟ من از شما نمیترسم جناب سبا. حالا ایست. با من گوش کن. تو او را با ما دشمن کردی. هیچ کس حقوق ندارد که به ما تهدید کند. فؤاد راست میگوید پسرم. چی شد فؤاد؟ جوابی به خودش سزاوار را گرفت. برای ما شده سبا را به خودتان دشمن کردید. اصلا غمگین نشو یلماز. به این هم جناب سبا هرگز به ما دوست نبود. ما رو ببخشید. برای ما شده سرتان رو در بلا گذاشتید. نترس برفین. آنها هرگز نه به ما و نه به شما دست نمیرسانند. این کار عاقبت خوب ندارد. سبا مثل مار است. از زیر کدام سنگ برآمدنش معلوم نیست.
یعنی من این گونه آدم رو ندیده بودم. گفته بودید که ضعیفند، هیچ کار کردن نمیتوانند. ها؟ چی شد جناب سبا؟ ترسیدی مگر؟ نه چرا میترسیدم؟ لیکن من این کارو بی خون ریزی انجام بودن میخواستم. یعنی من نمیخواهم که وقت زیادمون رو به این کار صرف کنیم. گوش کن سبا، پس از قتل حاجی شکور در این قبیله کارهای زیادی را به سامان رساندیم. گوسفندانشان را هلاک نمودیم، خانه و انبارهایشان را آتش زدیم. کسی به این کار وظیفه‌دار نموده اما کارش را خوب انجام داد. قبیله را پراکنده نمود. اکنون چیکار کردنشان نمیداند. پس چرا این طور کرد؟ مطابق که چونین است چرا به مقابل من سر بالا کرد؟ گوش کن سبا، مردم با آسانی سر فرو نمی آرند، زیرا آنها به این جوانی شیردل باوری دارند. او با بابایش حاجی شکور مانند شده است. در وقتی دانشجوییش هم او را به دست آوردنی شدیم، لیکن موفق نشدیم. اگر قبیلهش چون پیشتر پرقدرت شود، همه این نقشه هایمان برباد می رود. ولی اگر یگان شجاع پیدا شده فؤاد را نابود نسازد، نقشه هایمان برباد می رود. فؤاد را با قتل می رسانی؟ آخر دعوای خونی آغاز می شود. اگر فؤاد را به قتل رسانی، قبیلهش رو افتاده شده در مدتی کوتاه دیه را ترک می کند و هیچ گونه دعوای خونی هم نمی شود. لیکن تو باز هم با دقت باش، اگر سلاح داران این کار را کنند، دعوای خونی به عمل نمی آید. چنگیز رفته به سنانگوی که سبا تو را انتظار است. رو زودتر. حتی یک دختر را صاحبی کرده نتوانستید. یک به احوال ما نگرید، ما را شرمنده کردید. آن قزبانی به عقل که ها به دیهشان رفته است، قزبانی احمق را میکشم. دیهی زیبایم، تو را خیلی پزمان شدم. وای شد بس من از همین دیهم، من بگونه نیستم. بشه رئیس این چه احوال است؟ آقای رفیع بیایید. اوف، قزمان می بود، مگر این کارها رو من نکردم. بس کن گریه نکن. مادر قزمان دختر جانم. دختر جانم من آمدم مادر جان. آقای رافع الان بینه دخترم برگشت. شامده قزمان. دختر جانی پدر. دختر جانم. مادر جان نکن. دختری زیبایم. شد. بس کن تمام. مرا ببخشید. تمام. مادر جان. مرا ببخشید. مرا عفو کنید مادر جان. وای دختر جانم شیرینم. بس. مرا ببخشید. بس کن. آمدی، خدا را شکر. مرا عفو کنید مادر جان. دخترکم بخشیدم. تو فکر میکنی که برای این بیعقل تو را جنگ نمیکنم؟ آدم عقل دارد. تو مرا دیوانه کردی. فکر میکنی که تو را میبخشم؟ بدن برادر کلت پوست قزمان. آقای رافع بخیر از به کجا شدم داره؟ تو در اینجا چی کار میکنی؟ چیکار کردنم را خودتان نغز میدونه. با قریب پول دادم، با چرا آمدی؟ چیکار کنم آقای رافع؟ مغازه کشادنی بودم، لیکن پولم کمی کرد. مغازت
از سرت ماند. جانم را بلب آوردی. من از کجا پول میابم؟ من خدا دکتر را میکشم. سردید شما بسین سالتان شکر گوید. فهمیدید؟ اگر تا پگاه پولا را آورده ندید به حامد قاتل پسرش بودنتان رو میگویم. فهمیده؟ دانسته گیره. تا تو را نکشم از تو خلاص نمیشوم بی‌ناموس. مادر اگر اجازت می بود خودم رو می کشتم، لیکن افسوس که خداوند خودکشی رو حرام گردانده است. این طرح نگوی، خواهش میکنم. این خود گپ ها رو نگوی دخترم. دوغان این شب همراه میگریزیم. بگویی بله به چشم بیو. تو چی ها میگویی دوغم؟ ما را زنده نمیگذارند. نترس، هیچ چیز نمیشود. من همش رو حل نمودم، فقط گریختن مونده است. صاحبانی خانه و درشان را پرتافته رفتند. آنها را هم سرگردان نمودیم. غم نخورید خاله زلال، من آنها را به خانه همون بردم. اینجا برایتان بهتر است. خدا از تو راضی باشه. مأمور نگاه بیاید ما رو چطور میوبد؟ خواطر نشو برفی. اما که مسلم در اینجا بودن ما را میدانند. مبادا آمدن آنها را به اینجا میارند. خانم دیلا آمده است آقای فهد. ماند بیاید. دیلا دوگانه جان، فکر کردم که دیگر تو رو نمیبینم. خوب شد که آمدیم. برفین برای تو پیام از لباس های نو آورد. تشکر. خوش آمده دیلا. خوش باشی. میدانی یوم از من کی رو آوردم؟ عمر؟ اکا دادر جان اکا. شما معلم شده دکا. دایم برای خونه میگویم که من با مانند اکا معلم میشوم. انشاءالله دادر اکا، انشاءالله عمر جان. از راه اومده خانم دیلا، مرحمت به درون درآیید. بیا دیلا، به نکاح دیر نکرده. مأمور نکاح حالا نآمد از دیلا. تا بگاه همینجا میشوم. گذر بارس جان، گذر. زود آیند، نکاح کنند، سحری بر وقت از اینجا روند. این خصومت به آخر رسد. وای 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 وای. خوش آمدی سنان پهلوان، خوش آمدی. خوش باشد و برای چی زود مرا به اینجا جغ میزنه جناب صبا؟ به من خوراک از گلهتان نمیگذرد چی؟ سنان برادر، ناراحت نمودم، سرم به بلا گرفتار است. من از اوده این کار نمیبرایم. گوش کن، در کجا بودن فراری ها را میدونم. آدمانت را گرفته به یک حمله همشان را نیست و نابود کن. این کار با آخر رسد. جاوید کشا و شما یک مصلحت میدهم جناب صبا، اینها را گیرید. آدمانتان پوشند، رویشان را محکم کی کردند. کی میفهمد که تشکیلات کرده است یا اینکه شما همینطور نه جناب صبا؟ اینطور نکن سینون، من از اودهش نمیبرایم. اینش کاری خودتان جناب صبا.
من باید به دهه آبی کلان روم. دختری رئیس گریخته است. خودتون میدونید و کارتان جناب صبا. راه گردید میرویم. برای کار. چینگیز لبای جناب. آدمانم را جمع کن. و قبیله حاجی شکر هجوم میکنیم. با بخشت جناب، این خیلی کاری خطرناک است. تو گفتم را اجرا کن زودتر. جناب صبا، او راست میگوید. تو در اینجا چیکار میکنی پسر آقای مسلم؟ آرام شوه جناب صبا، برای به شما کمک کردن آمدم، لیکن یک شرط دارم. مرگ فؤاد را میخواهم. وای 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 وای، من هم همین رو میخواهم. من راضی ماهیر، راضی. پس از تاریک شدن هوا شما رو در بیرون ده انتظار میشوم. میایم. همین بگاه همه‌شون رو نابود میکنیم. مادر، چرا گریه میکنی؟ کلان شده است، خانه دار شده میرود. شما از این خوشحال نیستید؟ نه البته، آرزوی من این نبود پسرم. من برفین و خدیجه و تو رو گرفت از اینجا رفتنی بودم. خدیجه هم را از دست دادم. برفین باشد خانه دار می شود. هر دوی من تنها میمونه. آیله من پراکنده شد. آرزو میرم این نبود میذارم. حالا من برفین این اکاد برات است نگفتم. من هم خواهرم را با آغوش گرفتن میخوام. منم میخوام که او حقیقت رو داند. میخوام که مرا اکا گفته صدا کنه. بعد از نکاح با او حقیقت رو میگویم. میگویم پسرم. چرا میگوید مادر جان؟ هیچ، مهم نیست، اهمیت نده. فؤاد و یلماز در کجایم؟ آنها چه گپی مهمی داشتند. یلماز خواهش کرد که به بیرون برایم. بخیر باشد. دخترکم، به ما خیلی کمک کرده. از تو می ندارم فؤاد. تو هم میبودی همین کارو میکردی یلماز. فؤاد، تو به من گپ دارم گفته بودی. چی گفتن میخواستی؟ نمیدونم چی رو به تو گویم یلماز. گوش کن، اگر راضی باشی من با دل و خانه دار شدن میخوایم یلماز. من از این بسیار هم شادم، لیکن رازگی دیلا هم شرط است. خاموش، از من نترس نورتین. و تو ضرر نمیرسونم. برای خوبی تو در اینجایم. بهوده کوشش نکن، با تو نمیروم. تو چی؟ با دوست داشته‌ات گریختنی؟ تو از کجا میدونی؟ اگر گریزید جناب صبا با شما دام گذاشته هر دویتون رو هم میکشد. تو چی؟ مرگ دوست داشته‌ات رو میخواهی؟ به من گوش کن، بیا تو رو به کوه برم.
بعد دوست داشتت رو هم میبرم. همونجا خانه‌دار میشوید. تشکیلات شما را از سبا حمایه میکند. یا با کوه برآمده با دوست داشتت خانه‌دار میشوی، یا اینکه به شهر گریخته هر دویتون هلاک میشوید. دوغن را هم میبری؟ البته میبرم. قبول میدهم. رفتیم. آه گلتین، کجا شدی؟ با نکاح دیر میکنید. درباره چی گپ میزده باشند؟ درباره چی میشد؟ من رو از ظلمت خواستگاری میکند. من چی کار کنم برفی؟ زیق نشو دیلا. آقای دکتر حالا هم نفهمید است که تو رو دوست میداری؟ نفهمیدنش بهتر است. او زینب رو دوست میدارد، با او خانه دار میشود. آه دخترم، شاید با او میگویی که دوستش میداری. اکنون دیر شد خاله جان. تو گریه میکنی دیلا؟ گریه نکردم. با دیلا چی شد است مادر جان؟ نمیدونم پسرم، آدمی بیغم میشود مگر. مرا ببخش دیلا. اگر گریه کردنت را میدانستم به خدا هیچ چیز نمیگفتم. دخترم در آمدن ممکن؟ بیا یلمز. برخی بیا رفتیم. دیلا، با فؤاد صحبت داشتیم. فؤاد میخواهد با تو خانه‌دار شود. تو چه فکر داره دیلا؟ او خیلی انسان خوب است. با ما کمک بسیار نمود. لیکن حالا من در فکر خانه‌دار شوی نیستم. میفهمم. اختیار داره دیلا. البته خودت چیکار کردنت رو میدانی. هر قراری براری من چیزی نمیگویم. لیکن باز یک بار فکر کن. این خیلی جوان مرد را یافتن دشوار است. آی پیزبان دیگر خوراک نیست؟ میخورم سیر نمیشم. سری دسترخون نمیخیزید؟ چی در نبودین من شما تماما خوراک نخورده؟ بسیار دم نزن. زود رفته خوراک بیار. رو زودتر. خدایا توبه. بخیر سینان؟ در اینجا یک جنگاور دارم. برای او را بردن آمدم. شده رفتیم. سرده او را التماس. ایست نبر او را سینان. التماس را نبر. این کارا نکن سینان. نبر او را. گیره دو را. دیگر با تو رفتن نمیخوام. آره این کارا جواب میدهی سینان. رواتو نشان بده. پیزبان به من بگو رئیس. با تشکیلات بازی نکن. سینان این طورت خالی نیست. خوبی‌هایی به تشکیلات کردم را فراموش کرده ای ها؟ فراموش نکردم، وگرنه پدم را سیر میکردم رئیس. سینان دخترم چه بلایی بود که من سرم آمد. ماموری نکاح آمده است.
بیا برفین زودتر آماده شد. مایلش من یک رفته بینم. ایست دخترم شتاب نکن. حالا داغن و گلتین نامدند. راست؟ چرا یک قدر دیر کردند؟ می آیم دخترم، حتما می آیم. من رفته بینم. مایلش خدا جان. باوریم نمی آید که با یلمز خانه دار می شوند. دیلو گویا همش در خواب است. اینها به کجا غیب زدند؟ کجا شده ده؟ مامور نیکا علکی آمد. پروا نکن ماهیر، آنها نمیدونن که تویشان به متم تبدیل می‌یابد. آقای رفیق بخیر است دمیر. خبر آوردم. خیلی گپ زن. چی؟ مرا هم فهم. مجبور نمیشدم، پولم را طلب نمیکردم. هیچ گم نی آقای حامد، شما را میفهمم. خیر، خداحافظ. سلامت باشید. بخیر است که؟ چی واقعه؟ دمیر اومد، برات را یافته است. شما چه میگویید که؟ در کجا بوده است؟ در دهه چردکلی. مرحمت چینید. شاهدها هم همینجایم. بله. شاهدان گرامی، شناسنامه هایتان را دهید. مرحمت. با دقت باشید. بیایید. محترمه برفین کیا، با جوانی در نزد بوده محترم یلمز از ترک خاندار شدن میخواهی؟ بله. محترم یلمز از ترک با دختری در نزد بوده محترمه برفین کیا خاندار شدن میخواهی؟ بله. شاهدان گرامی، شما به نیکا شاهدی میدید؟ بله. بله. من شما را از همین روز اعتباراً زن و شوهر اعلام میکنم. مرحمت امضا گذارید.
маркази продюсери марҳабо студияи симо тоҷикон ҳолидой рӯзи 1 апрел соати 16:00 дар коҳи ваҳдат иди суруду ханда ҳамаи шуморо интизор аст. гаҳе гаҳе ба кӯчаи мо бо нигоҳ аз ман чӣ мехоҳӣ аз ишқати париру از منی تو چرا دیر میکنی تو همیشه جاودانی ای خدا با من بمان. خلاص حسن از کلمه یونانی گرفته شده معنیش پروستات. یه بچه شوخی نکنی ولی 1 اپریل چقدر وقته؟ لای 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 آی تاجیک دختر بازاکی با تو شادم. اگر تو برای جادو میکنی عدو میکنی کدو کنیم من روزی 1 اپریل باید کارتم رو نشان دیم. Сидимат симуру, манано арира, ханaya нару мама, танасипу, о, ага! 1 اپریل آقا اما کسا دیدانا آرا کردم من چی خطا کردم من حسان جان همین تر گفته بیادم باید سید بایدم نه همه بیشتر کن نیست نه خیلی خوره نگیست شبها را بیادی تو سهر کرده بودم میدانی دیر کنی نو خیلی پور خیلی توپن نمو ایسا بخشی رفت کنم اینجا توقع نمیگره خدو همیشه یک جویا باشید همگرتون هم دیدن نکنید فراموش نکنید یک جویا باشید تیاری با علی جان تو کانی گنجی اینجا شده مارا میسنجی ҳасан чила бо зумраи ҳунармандон ва ҳаҷвнигорони бемисли ғарибшоҳ компания коҳи ваҳдат соати 16 ба санаи 1 апрел ҳама каса марҳамат биёед коҳи ваҳдат агар ки кардед кидад дигар мора занг назан. сарпарастон ширкати сохтмонии Global Trust ва ширкати сайёҳии Vip Travel Tour ва ин чӣ мегӯед? шукр кун ки ту зинда мондаӣ. бисми ширинаки ман ба асабаш сахт таъсир расондааст. маро наҷот диҳ. زهرا به شما میسپارم. من از این بعد شما رو مادر میگویم. تو 40 مادر هستی؟ خود رو از آذر کناره گیر. آذر برادری همخونی دوست. من زیستن نمیخواهم. دیگه باران موندم با کودکم. بخانه تو رو دیدی. من یک پسرم را گم کردم. بهار تمام سال اینجا بهار است. بهار کاشانه اوزن. فروش و اجاره بهترین پیراهن عروسی و دامادی از برندهای جهانی. بهار لباس کودکانه برای اویله نوبنیاد، همچنین آرایش ماشین عروسی با دیزاین معاصر. بهار افسانه دستنوراست اینجا دسترس است. سراغ کوچه عینی 65 گردش فرودگاه. تلفن ها 93 508 08 80 919 91 01 01 917 35 08 08. بهار بهار زندگی.
پیراهه تقدیر. فیلم سال 2012 در مرکز پرودیوسری سیما پروداکشن از ترکی به تاجیکی ترجمه شد.